طبق معلومات موجوده در 3 سال اخیر 24 نفر شهروند ما در 10 کشور دنیا به حمله های تروریستی از جمله در انبوی اودمان ترکاندن خود دست دادند. این کردار غیر انسانی آنها به آبروی دولت تاجیکان و ملت تاجیک در عرصه جهانی اسناد آورده ایستاده است. 4075 نفر شهروندان کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کوفت و کوف قرار دارند. طبق معلومات فوری زیاده از 1000 نفر شخصانی که در کشورهای خارجی در ضدخوردهای مسلحانه اشتراک کردند کشته شده، هزاران نفر دیگر به نام و نشان گردیدند. در 10 سال اخیر در مملکت 6680 جنایت دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی از جمله 86 حمله تروریستی و سوء قصد به آن آشکار و به قید گرفته شد. 11 حالت حمله تروریستی و سوء قصد به آن پیشگیری گردیده است. این امور است که روز 9 مارس سال 2024 در سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ملاقات با اهل دین و خادمان دین که در عرفه ماه شریف رمضان دایر شد صدا داد. امامعلی رحمان در سخنرانیش بار دیگر به پایبندی حکومتش به تامین حقوق و آزادی‌های مذهبی مردم تاکید و افزایش گرایش شهروندان کشور به عقیده‌های افراطی و خرافات پرستی اظهار نگرانی کرد و بار دیگر یک سفر اجر و کافی نامیده از ساکنان خواست که به جای سفرهای چندین کرته به مکه و مدینه و خراجات زیاد به معرکه‌های وابسته به زیارت حج به مردم محتاج از جمله به یتیمان و سالمندان بی‌سرابان یا به همسایه‌های نزدیک خود کمک برسانند. امامعلی رحمان تأسیس کمیته دین و مرکز اسلام شناسی و دانشکده اسلامی، ساختمان یکی از مسجدهای بزرگترین در منطقه و فعالیت بیش از 4000 مسجد در تاجیکستان، همین طور قبول قانون تنظیم و قانون مسئولیت پدر و مادر و تشکیل سفرهای دستجمعانه شهروندان به حج اساسی و حج عمره را از جمله غمخواری حکومت به اهل دین نامید و از آن اظهار نگرانی کرد که با وجود این غمخواری های دولت و حکومت گرایش مردم به عقیده های افراطی رو به افزایش آورده ایستاده است. امامعلی رحمان در این باره گفت خودتان ملاحظه کنید که در زمان شوروی در تاجیکستان همگی 34 مسجد از جمله 17 مسجد جامع، 15 کلیسا و 2 کنشت فعالیت داشت. نه حج بود و نه حاجی بود، نه عمره بود، نه دانشکده اسلامی و نه شماره زیاد مسجدهای 5 وقته و جمعخانه. ولی با وجود چنین محدودیت‌های قطعی آن زمان نه افراطی بود، نه تروریستی دینی و نه فتنه و دسیسه دینی. امروز در تاجیکستان 4000 مسجد، دانشکده اسلامی، نهادهای دینشناسی علمی، بیش از 250,000 نفر حاجیان، بیش از 400,000 عمره کردگان و هزاران نفر خادمان دین، دستپروران مؤسسه‌های تحصیلات دینی خارجی و وطنی در فضای آزادی‌های استقلال تربیت یافتند. در پایتخت تاجیکستان یکی از بزرگترین مسجدها در منطقه بنیاد کرده شد، ولی در عوض همه تدبیرهای تا امروز عمل گردیده و دستگیری و پشتیبانی دولت و حکومت جهت معتدل نگاه داشتن وضع دینی در مملکت، تعصب خرافات، تفریق اندازی، بیگانه پرستی و زیادروی، افراطگرایی و عملهای تروریستی خصوصیت دینی داشته به عامل تشویش آور و نگرانی جدی تبدیل یافته ایستاده است. مخصوص تاکید می‌سازم که این روند به مقام جایگاه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معنوی تاجیکستان که امروز در جهان همچون کشور در حال مشکلات گلوبالی تشبثکار و پیشرفت اعتراف گردیده است به تاثیر نمیماند. این در حالی است که حکومت تاجیکستان به دلیل سرکوبی‌های آزادی دینی در گزارش‌های بین المللی و همیشه مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد. حامیان حقوق حکومت امامعلی رحمان را از جمله برای زیر نظارت شدید قرار دادن فعالیت مسجدها، منع اشتراک شهروندان تا سن 18 در نمازها در مسجد، معرکه‌های ضد حجاب و ریش را به بعد انتقاد می‌کشند. امامعلی رحمان در سخنرانیش تعصب‌گرایی و کوشش سیاسی ساختن دینی را از عامل‌های برهم خوردن امارت سامانیان نامید و گفت همین کوشش به سیاست آمیختن دین در سالهای 90 از سبب‌های اساسی جنگ برادرکشی شهروندی در تاجیکستان شد. پرزیدنت تاجیکستان به خصوص در مورد بر اثر تشویقات گسترده اکستریمیستی توسط شبکه‌های اجتماعی و هنگام در مهاجرت مهنتی قرار داشتن شهروندان و شامل شدن جوانان به سازمان تروریستی دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی
سفربر گردیدن آنها به منطقه‌های درگیری زور نگرانی کرد و گفت از میان شهروندان تاجیکستان طبق معلومات فوری زیاده از 1000 نفر شخصانی که در کشورهای خارجی در زدوخوردهای مسلحانه اشتراک کردند کشته شده، هزاران نفر دیگر بینام و نشان گردیدند. امامعلی رحمون گفت ختم کردگان مدرسه های شبه برانگیز از خارج برگشته به فضای دینی تاجیکستان افکار تندرو و دشمنانه را وارد می سازند. او به ویژه از پیروی رویه سلفیه انتقاد کرد که به مذهب حنفی و اساسگذار آن امام ابو حنیفه نظر منفی و به اسماعیلیه که مذهب تاریخی یک قسم اولی بومی کشور می باشد مناسبت خیلی خصومت‌آمیز دارند و عقیده های نمایندگان دیگر مذهب ها را انکار و آنها را به کفر محکوم نموده در این زمینه اختلاف بین مذهبی را در بین مسلمانان تیز و تند می نمایند. امامعلی رحمون تاکید کرد که اکثر شخصان به دولت اسلامی و دیگر تشکیلات های اکستریمیستی و تروریستی شامل شده پیروان تعلیمات سلفیه می باشند. پرزیدنت تاجیکستان گفت هرچند دادگاه عالی کشور جریان سلفیه را منع کرد، باز هم از سال 2015 به این طرف بیش از 2300 نفر به این رویه پیوستند و اوید به این حالت 1945 پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. او از آن اظهار تشویش کرد که حتی بعضی از امام خطیبان پیرو گروه های افراطی گردیده غایه های افراطی آنها را در بین نمازگزاران تشویق و ترغیب بنمایند. اما مایه هضم نگرانی کننده جدی امامعلی رحمون در سالهای اخیر از جانب بعضی شهروندان تاجیکستان در حدود دیگر کشورها صادر شدن عملهای مدهش تروریستی است که به گفته او این کردار غیر انسانی آنها به آبروی دولت تاجیکان و ملت تاجیک در عرصه جهانی اسناد آورده ایستاده است. به گفته پرزیدنت تاجیکستان طبق معلومات موجوده در 3 سال اخیر 24 شهروندان ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله درنبوی آدمان ترکاندن خود دست دادند. اما منتقدان میگویند که مقامات تاجیکستان از مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم برای سرکوب و تعقیب مخالفین سیاسی خود زیاد سوء استفاده میکنند و از این 4075 نفر با اتهام تروریسم و اکستریمیسم در جستجو قرار گرفته صدها نفرشان را اعضا و طرفداران گروه‌های مخالف حکومت و همین طور فعالان جامعه شهروندی و ژورنالیستانی که از ترس تعقیب ترک تاجیکستان کردند تشکیل میدهند که بر اساس ماده بدنام شده 307 و 4 علاوه آن تحت تعقیب و جستجو قرار گرفتند.